اگر میخوای برای همیشه از شر جادو، طلسم و انرژی منفی راحت بشی، این کلیپو با دقت نگاه. برای مسئولیت از انرژی های منفی، طلسم و جادو، باور به قانون جهان هستی است. جهان هستی و حکمت باستانی که ما اونو با اسم ینگ و یانگ میشناسیم و اینکه به موازات انرژی مثبت، انرژی منفی هم هست، به موازات یاران نور، یاران سیاهی هم هست. باور کنید، ایمان بیارید که کجای جهان ایستاده اید. بر اساس همون حکمت ینگ و یانگ، اونی که میگه طلسم و جادو خرافاته یا بیخرد و خوشخیاله و نادان یا در صدد فریب شماست با حرفای خوشگل و قشنگ. این اولین قدم بود. اما دومین قدم دو بخش داره بچه‌ها: فعالسازی و پاکسازی. منظور از فعالسازی اینه که ببینید، گفتیم حکمت ینگ و یانگ چین رو براتون مثال زدن دیگه. طبق اون یعنی انرژی برابر مثبت و منفی به صورت همیشگی یکی از قوانین هستی است. قوانین هستی یعنی قوانینی که از ابتدای ازل تا انتهای جهان هستی کار میکنه. به خاطر همینه که میگیم اونایی که میگن زندگی فقط مثبته، فقط به مثبت ها نگاه کنید و یا بیخرد، نادان، خوشخیال هستند و بی سواد یا قصد فریبتون رو دارن. جهان همیشه دویی است. هر وقت روزی هست، خورشیدی هست، روشنایی هست، شبی هم باید باشه. هر جا مهربانی هست، خشمی هم بوده. هر وقت انرژی مثبت، انرژی درمانی پرالا هست، جادوی سیاه و طلسم و دعا نویسایی که بهش بگیم طلسم نویسم باید باشن. این قانونشه. برگردیم به موضوع. فعالسازی و پاکسازی گفتیم دومین قدمه. خب پاکسازی بدن، منظور جسم که نیست، حاله های شما و چاکراهای شما باید در مرحله اول پاک باشه و در مرحله دوم فعال باشه که این توازن انرژی منفی و مثبت برقرار بشه و شما به راحتی در دام جادوی سیاه و طلسم ها نیفتید. توانی برای مقابله، یا بهتر بگم انرژی برای مقابله با اون انرژی منفی داشته باشید. قسمت بعدی پاکسازی برمیگرده به محیط شما. فضا و اتمسفر محیط زندگیتون باید عاری از آلودگی ها باشه، وگرنه مستعد پیروزی انرژی منفی در اون محیط هست. که اگر بخوایم بگیم حالا چطوری این پیروزی اتفاق میفته، چطوری این اتمسفر و فضا رو باید پاک کرد، خب بحث گسترده فنگشویی پیش میاد. این نقشه مقدس باگواس براتون میذارم، دوست داشتید استفاده کنید. و اسماش ها و عودها و داستان خودش. و اما مهمترین و اصلی ترین قدم سوم، سپر انرژیکی است. چیزی که هر جادو و هر طلسم و هر انرژی منفی و بدون شک به صورت تضمینی خنثی میکنه. بالاتر از سپر انرژیکی چیزی نیست و این میتونه شما رو در امنیت و آرامش انرژی مثبت قرار بده. اما حالا سوال اینه، چقدر در مورد سپر انرژیکی اطلاعات دارید؟ برام کامنت کن.